به خاطر اینکه دوستی بین ما قوی تر باشد، صله رحممون باشد، زیارت کردن یکدیگر همش ثواب است، همش ثواب دارد. که حتی آنهایی که به خاطر الله به دیداربینی دوست خود می روند، به خاطر الله به زیارت دوست خود می روند، پروردگار به آنها محبتش را واجب می کند، محبتش را واجب می کند که در این باره حدیث یک تونه خیلی زیاد هست. اما معرکه هایی که برای شما 3 روز 4 روز آمادگی می بینید و معرکه هایی که 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت دوام می دهند و فقط در آنجا صحبت های پوچ بی معنی هست، فقط در آنجا تعریف کردن لباس یا خرید تلاواری یا چیزهایی هست که به درد هیچ کس نمیخورد، یا غیبت، میدونید که در این هیچ خیر وجود ندارد. و علل خصوص اگر صاحب خانه 2 روز و 3 روز عمر خود را فقط به پخت و پز دهد، آن هم که از 1 حصه کمترش را مردم